با سلام و درود فراوان، من راهله نوروزی هستم، مسلمان‌زاده مسیحی. یک مسئله که همیشه باعث میشد که من با اون خیلی فکر کنم موضوع دعا کردن بود که ما هیچگاه در اصلاح نتونستیم به نتیجه برسیم. همیشه به ما گفته بودن که برای آرامش یا هر خواسته‌ای که از خداوند داریم شروع کنیم به گفتن کلماتی نامفهوم و تکرار متداول آنها به صورت زیاد. شاید گفتن این کلمات نامفهوم مدت‌ها و یا روزها طول می‌کشید و با گفتن این کلمات نه تنها به خواسته‌هایمان نمی‌رسیدیم، بلکه یک عمل بسیار سخت و خسته کننده بود. که من با مسیحیت آشنا شدم فهمیدم که هر خواسته‌ای رو میتونم با زبان خودم و آن نیتی که داشتم از خداوند طلب کنم و همینطور در کلام می‌خونیم در متی 6 دعا می‌کنید مانند ریاکاران نباشید. آنان دوست دارند در کنیسه‌ها و گوشه‌های خیابان بایستند و دعا بخوانند تا مردم آنها را ببینند. یقین بدانید که آنها اجر خود را یافتند. هرگاه تو دعا می‌کنی به اندرون خانه خود برو و در را ببند و در خلوت خود در حضور پدر نادیده خود دعا کن. پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست، اجر تو را خواهد داد. در وقت دعا مانند بت‌پرستان وردهای بی‌معنی را تکرار نکنید. آنان گمان می‌کنند با تکرار زیاد دعاهایشان مستجاب می‌شود. پس مثل ایشان نباشید، زیرا پدر شما احتیاجات شما را پیش از آنکه از او بخواهید می‌داند. پس شما اینطور دعا کنید: ای پدر آسمانی ما، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو همانطور که در آسمان اجرا می‌شود در زمین نیز اجرا شود. نان روزانه ما را امروز به ما بده. خطاهای ما را ببخش چنانکه ما نیز خطاکاران خود را میبخشیم. از کلام میخوانیم: بخواهید تا به شما داده شود، بجویید تا بیابید، در بزنید به رویتان باز شود. چون هر که بخواهد به دست میآورد و هر که بجوید پیدا میکند و هر که در بزند به رویش باز میشود. آمین. و حالا متوجه میشیم که چجوری دعا کنیم و هر آن چیزی که از خداوند میخواهیم در نام عیسی مسیح طلب کنیم. امیدوارم بتونم قدمی در راه عیسی مسیح و فرزندان گمشده خداوند را بجوییم. آمین. شما رو به دستان پرقدرت عیسی مسیح میسپارم.